کلا نیم ساعت وقت دارم برای اینکه حاضر بشم. هنوز موهام خیسه، آرایشم نکردم، لباسم نمیدونم چی بپوشم، اینجوریه. ولی خب تقصیر من نیست. من تا الان ساعت 4:20 است. تا ساعت 4:30 کار میکردم، ببخشید تا 4 کار میکردم و بعدش رفتم دوش گرفتم. الانم با ساری حاضر شدم. آرایش خاصی نمیخوام بکنم، هم آرایش روزمره که انجام میدم. شاید یه سایه هم زدم، همین. زیاد در حد درسته که سالگرد ازدواجمونه، ولی آرایش عروس که نمیخوایم بکنیم. کاملا یک آرایش ساده بسته. لباسم تو ذهنم یه چیزی هست که بپوشم. یه پیراهن مشکی دارم که توی روز تولدم اونو پوشیده بودم، ولی شک داشتم که آیا دوباره بپوشمش امروزم یا نه، چون همش به خودم فکر کردم که تکراریه، بذار یه چیز جدید بپوشم. بعد دوباره فکر کردم که بذار یه پیراهن سفید بپوشم، ولی توی دوسلدورف امروز که چندمه؟ 2 آگوسته، الان آفتابیه هوا، ولی کلا همش یه لحظه آفتابیه، یه لحظه هم بارون میاد و باده. به همین دلیل هیچ اعتباری به هوا نیست. و اون پیراهن سفیدی که من گفتم اون کوتاه و خیلی تابستونیه. کلا ما از اول برج 7 که میشه یولی، هوا دیگه اینجا پاییز شده تقریبا، یعنی بدون اینکه یه ژاکتی یه کتی چیزی داشته باشی نمیتونی بری بیرون. و بعد حتما هم که توی آلمان که همیشه باید چتر همراهت باشه، ولی خب دیگه تا 2 هفته دیگه توی هواشناسی زده بود که بارونی. من این طبقه بیام پایین که منو ببینین دمپاییمو در بردم. خب همونطوری که گفتم خیلی کار خاصی نمیخوام بکنم، چون اینجا رو بدنام کنم. خیلی کار خاصی نمیخوام بکنم، در حد همون اون که صورتم از اون حالت بیروحی در بیاد. حالا میگم چیکار نمیکنم، آخر سر میشه آرایش عروس. نه ولی واقعا نمیخوام خیلی زیاد باشه. موهامو چی کار کنم؟ موهای من متاسفانه هرچند با خیلی احتمالا براتون عجیبه، بر خودم هم عجیبه، ولی موهای من هر چند سال یه بار فر میشه. یعنی یه مدت صافه، بعد دوباره 1-2 سالی فر میشه. الانم از اون حالت فریش خدا رو شکر وزیش در اومده، به این مرحله رسیده، ولی وقتی که خشک بشه انقدر زیاد میشه. من کلا موهام خیلی زیاده، ولی اگه بذارم همینطوری در جریان هوا خشک بشه خیلی موهام پف میکنه. در همین باید حتما سشوار بکشم، یه خط چشم بکشم. اینم از روژم با خودم ببرم، هرچند که من همیشه روژم با خودم میبرم ولی هیچ وقت تمدیدش نمیکنم. همچین آدمیه. تو عروسی هم تمدید نمیکنم، تو مهمونی هم تمدید نمیکنم، فقط میبرم که اگه نبرم استرس میگیرم. کمی هم باقی مونده براش اینجاها بزنم و تمام. Ich bin fertig. به همین قلبت ich bin fertig. خب تینو که آرایشم بهتون نشون بدم. البته
هم توی دوربین هم با این نور خیلی کم رنگ تر از اون حالت واقعیشه. روشونم که اصلا با سایه هم دیده نمیشه، ولی خب همینه دیگه. الان برم ما مستشار بکشم، لباسمو بپوشم، بهتون نشون میدم، بعد میریم رستوران رو بهتون نشون میدم. خیلی رستوران خوشگلیه، حالا میبینید. I'm afraid of showing on my face. Standing in the mirror and it's screaming back at me. Sabotage myself and I regret it instantly. These unrealistic expectations calm down. All of myself when I'm impatient and I don't feel good enough. Next time I have these thoughts, I'll take my time. میبینید بچه ها انقدر سفید نبودم. اون نور یادم نمیدونم شاید دوربین جلوه که انقدر سفید و نورانی و امامزاده بار نشون میده، ولی در حقیقت that's not so light، خیلی هم روشن نیست. لباسمو خب دیگه الان برم یه سری اکسسوری هم بردارم، دستبند و اینا. من معمولا گوشواره نمیندازم، ازش خوشم نمیاد، بیشتر دستبند و انگشتر دوست دارم. بریم که دیرمون شد. Regret it instantly. These unrealistic expectations calm down. All of myself when I'm impatient and I don't feel good enough. Next time I have these thoughts, I'll take my time. I love myself when I don't love myself. Tightrope when my demons feeding all this stops tonight. The time I've wasted, patterns breaking. I've done this my whole life, even on days when it feels like for nothing. Judging myself when I'm still doing something. من باید کمی باش صحبت کنم. به نظر من که خیلی جای قشنگیه، هم میشه بیرونش هست رو به راین، هم داخلش خیلی قشنگه. حالا ویدیو میگیرم براتون میذارم سلام. ولی من دوست داشتم اون بالا بشینیم، ولی به ما گفتش که بیایم این قسمت بشیم. من اینجا خیلی خوشگله. Tonight, the time I've wasted, patterns breaking. I've done this my whole life, even on days when it feels like for nothing. Judging myself when I'm still doing something. I'm living a lie. I'm done. I'm done. These unrealistic expectations. When I'm impatient and I don't feel good enough. Next time I have these thoughts, I'll take my time. I love myself when I don't love myself. I love myself when I don't love myself. I love myself when I don't love myself. بچه ما الان اومدیم از اینجا بیرون. کوش اینجاست میابر. به نظر من نوشیدنیشو
غذای خوشپایزه. پیش غذاش خیلی خوب بود ولی غذای اصلیش معمولی بود. قیمتش هم براتون از منوش عکس فیلم گرفتم. قیمتش هم تقریبا بالا بود ولی در کل رستوران خیلی خوشگل و خوبیه. توش هم همش موزیک گذاشته بودن و من ترسیدم فیلم بگیرم نتونم بذارم توی یوتیوب، به خاطر همین که کم گرفتم روی اونم باید موزیک بذارم. ولی کلا جاش خیلی جای خوبیه رو به راین و خودش هم خیلی رستوران خوشگلیه و در کل غذاش خوبه. من یکم براتون از راین هم فیلم میگیرم. اینطوری اینم از ولاگ سالگرد ازدواج ما. رستورانش اینه، در ورودیش اونجاست و کلا توش جای بزرگیه. اینطوری خیلی به نظر نمیاد. امروز بارون میاد، الان آفتاب شده، وگرنه اینجا هم میشه نشست بیرون. ولی این وقتی که اینجا بشینی خیلی ویوت قشنگ میشه رو به راین. الان دوباره بارون گرفته، هم آفتاب هم بارون. ولی جاش خیلی جای خوشگلیه. توی مدین هافنه. اینطوری دیگه. پرسنلش هم من فکر کردم که بد اخلاق باشن و خوشرو نباشن طبق اون چیزی که شنیده بودم، ولی خیلی خوشرو و خوش اخلاق بودن. خیلی هم سرویس دیشون خوب بود. امیدوارم که تعدادی که دادم به درتون بخوره. حتما میارزه که بیاین و اگه اومدین امیدوارم بهتون خوش بگذره.